خدا بعضی وقتا با دل شکسته راهتو عوض میکنه، چون میدونه دیگه اون راه سهم تو نیست. میدونه اونی که انقدر براش جنگیدی لیاقت دل صاف و نیت پاک تو رو نداشت. یه وقتایی شکست هدیه است، نه برای اینکه زمین بخوری، برای اینکه از زمین اشتباه بلند شی. اصلا میدونی چرا انقدر درد کشیدی؟ چون داشتی از جایی رد میشدی که مسیرت نبود، آدمش نبودی، سهمت نبود. دل کندن سخته، ولی خدا اصرار نمیکنه بمونی جایی که خودتو گم کنی. میزنه زیر همه چی، نه برای اینکه تنبیهت کنه، برای اینکه نجاتت بده. گاهی اشک پاک کنه سرنوشته، گاهی نبود آدما شروع پیدا کردنه. پس اگه یه روزی دیدی دلت شکست، بدون قرار مسیرت عوض شه. قراره بری جایی که لبخند واقعی تو جا گذاشتی. قراره برسی به خودت، به خود واقعیت.